که چشم بندی میکنن تماشا کردنشون جایزه؟ خیلی جایز ناجایز که اکی این یک چیزی بسیار جلب کننده، لیکن سحره، لیکن جادوه. شما قدانه که اینها جادوان، این سحرانو، ولی مقصد اگر نگاه نکنی بهترین، ولی اگر نگاه هم که کردی همین قبدان که این جادو سحره. استاد شخصی که دو نام دارد در قیامت با کدام شناخت؟ کدام نامش که انشاءالله با بندگی خدا اگر نزدیک باشد، نامی خوب باشد، معنای خوب داشته باشد، با همون نامش نزد خدای مهربان فریاد کرده میشد. استاد جنها مسلمان و کافر دارند، آیا آنها هم داخل جنت و دوزخ میشن؟ بله، جنها را خداوند مثل همین آدم ها عقل دادگیه و اونها کافر و مسلمان دارند. برای همین یعنی اونها هم داخل جنت هم میشوند، داخل دوزخ هم میشوند، فقط با صورتهای زیبا. زیرا جنها صورتهای بسیار زیشت دارند، در جنت با صورتهای زیبا خداوند اونها را داخل جنت میکنند. دیگر تاتو یا نکولکا در اسلام جایز است؟ با نماز یگان زلال ندارد. برادر عزیز، یعنی نکولکا زدن ای نگاه دین نادرست است. یعنی هر یک صورت کشیدن در بدن هاتون، حرفا نویساندن، اینها نادرستند. این کار نکنید. اگه من تاتوش نمیدونم تاتوش چی باشد، شاید همون تاتوش همون ابروها را همون چینده گرفتن و در جاش مقصد ابروی صنعی میمونن، اسکوستوینش میگن که همتری موندن، اینم حرامه، اینم نادرسته. این تغییرات در بگیم که صنع الهی میشود که برای همین این کار نکنین. این هم ای نگاه دین نادرسته. خب زنی که به اجازت شوهر به نیت قهر برآمده می رود در نکاح ضرر دارد؟ نه، در نکاحتان یگان زیان ندارد. آیا نام مدینه گذاشتن در فرزند درسته؟ درسته، نام زیباه. خب استاد جان میگویند اگر از روز اول شوهرت را دوست نداری نکاحت بریده است، این حقیقت دارد یا نه؟ اکنون نکاحت بریده نیست تو، ولی در پیش خداوند گناهگاری، زیرا باید شوهرت دوست بداری. شوهر باید شما دوست بدارین و شوهرها باید که شما را دوست بدارن. سوال دیگر برادر عزیز، بابا جان نمازی که پیش از همخوابگی با همسرت میخوانی چی نیت میکنی؟ اگه این خیلی نماز نیست برادر عزیز که ما پیش از همخوابگی با همسرامون مقصد 2 رکعت نماز خوانیم. فقط هر کسی که روز اولی که زن میگیرد و با همسرش همخوابه میشود، اینها همچون 2 رکعت نماز شکرگزاری از اینه که خداوند به این روزهای نیک رسانیده است و در همون 2 رکعت نماز یعنی نمازی شکرانه گویی نیت میکنن و از خداوند در عقیب نماز دعا میکنن که جمعشون جمعی با خیر کند، ای محصول جمعشون فرزندای خوبشون تیاد گفته همچنان دعا کنین میشود. آیا شخصانی که از دنیا گذشتند در آمدن دجال در خطر هستند یا نه؟ نه، یعنی اونهایی که از دنیا گذشتند، یعنی دجال با اونها یگان خطر ایجاد کرده نمیتونه برادر عزیز. فقط برای نفرهای زنده دجال خطر کلان هست. در نماز در حالت قرائت قرآن در دست باشد نماز فاسد میشه؟ در نماز در حالت قرائت وقتی قرآن در دست تای با اون نماز میخوانی، این نماز درست نیست برادر عزیز. یعنی این اجازت نمیتین که قرآن در دست مونو ای بالای قرآن ما و شما نماز خوانیم.
تلفن و یا یگان اشیا رو با طریق کردیت گیری جایز است. ما گفته بودیم که یعنی کردیت در اون دولت های روسیه برادرای عزیز و گرامی که معامله بین مسلمان و غیر مسلمان اجازت های هیچی باقی نداره. آیا انیسه نام گذاشتن جایز است؟ جایز است. من در حاجت خانه و حمام ها کار میکنم. در وقت کار موعظه یا قرائت قرآن رو گوش میکنم، جایز است. در حالت هایی که شما در حاجت خانه باشین، شما مقصد اونجا در جای موعظه و جای یعنی قرائت قرآن نیست. ولی در حمام باشین، اگر شما در حمام همچون خادمین، همچون خدمتگارین میلش، لیکن در حالت هایی که شما عریان باشین، لباساتون کشیدگی باشد، این خیلی حالت ها هم شما موعظه و قرآن گوش نکنین.